سوره که در سوره مبارکه حدید الله تعالی خرج کردن را، صدقه را در کنار ایمان قرار داده و ردیف دوم ایمان اینجا صدقات تا نماز اینجا ذکر نیست، ولی زکات الله و خیرات و صدقات را و خرج کردن را در راه انقدر مهم دیده و انقدر بزرگ دیده که در کنار ایمان قرار داده است. کسانی که ایمان بیاورند و خرج کنند در راه الله تعالی، برای اینها الله میفرماید اجر بزرگ. و از اینجا معلوم میشه که دیدگاه قرآن چه اندازه در رابطه با صدقات مهمه، یعنی همه اندازه که ایمان مهمه، اعتقاد مهمه، همه اندازه اینجا صدقات را. بسیاری مردمان نماز هم میخوانند و به هر حال ادعای بندگی خدا را هم دارند، ولی صدقه نمیدن، سختن روی مال، زکات نمیدن، خیرات نمیدن. اینها بندگان صالح و خوب نیستند. تا مال ندید از صالحین قرار نمیگیرید. قرآن تلاوت کنید، هر جا که انفاق می آید لفظ صالح به کار رفته است و اونجا هست فاصدق و اکن من الصالحین. و معلوم میشه که انسان زمان صالح میشه که خرج کنه در راه الله. بخیل صالح نیست، 1000 رکعت روز نفل بخونه، هر سال بره حج، ولی وقت زکات ها نمیده، به زکات توجه نداره، از کجا صالح قرار میگیره؟ بلکه فاسق قرار میگیره. انسان فاسقی اگر نماز نخوانه، کوتاهی کنه، فاسقه، از فاسقینه اگر زکات ها نده. متاسفانه مردم بسیاری به زکات، به خرج کردن در راه الله بی توجه. ما تهجد میخوانه، بعضی از عزیزان تشکیل میشن در راه الله تعالی، جماعتی، ولی در راستای خرج کردن مال سختن. میگه ما میریم به راه خدا خرج میکنیم. بابا او خرج فرق میکنه با اینکه شما به فقرا بدید و زکات اموالتون بدید، در راه خیر خرج کنید. این کافی نیست که شما تشکیل بشید و خرج کنید. شیطان هم فریب بده که تو مال و جانت در راه خدایه، تو چه مال در راه الله خرج کردی؟ تو راه جماعت تبلیغ پولی که خرج نمیشه، پول کمیست. و تبلیغ عزیزان تبلیغی خیال نکنن که سال زدن و 7 ماه زدن مال دارند یا ندارند، در راه الله باید خرج کنند. هر کسی به اندازه تواناییش خرج کنه. مدرسین، علما، طلاب باید خرج کنند و مساکین باید خرج کنند. هر کسی توانایی داره، یکی نصف خرما داره، یکی 1 خرما داره، یکی نان داره، یکی نصف نان داره. همه و همه باید خرج کنند در راه الله. بدید در راه الله و نترسید که الله میگه من عوض میدم به شما. من شما را شما به مال ایجاد، مال الله، مال شما که نیست. الله شما را جانشین خود در مال قرار داده. شما نباید بخل بکنیم ما و در راه پروردگار خرج کنیم. و صلی الله.